تیشه برداشتم تا یه باور غلط رو توی ذهنتون خراب کنم. ما همیشه فکر میکنیم که ما که نمیتونیم، خدا برای بقیه خواسته. من که نمیتونم سلمان بشم، علی ابن مهزیار بشم، شهید همت بشم، شهید حججی، اصلا آرمان علیوردیو که نگو. من نمیتونم، من کجا، اونا کجا؟ ببخشید دختر گل، دوست عزیز، کی گفته؟ کدوم از خدا بی خبری همچین حرفی زده؟ اصلا چرا فکر میکنی باید آرمان یا محسن یا ابراهیم باشی؟ یه داستان براتون بگم. یه عالم عارف زاهدی نشسته بود با پسرش. پسرش از کرامات باباش و از اون ابهت معنوی باباش خیلی خوشش اومد. گفت بابا من میخوام مثل تو باشم. باباش خندید و گفت که برو بابا، تو ول معطلی. پرسید چرا؟ گفت که چون تو هیچی نمیشی. گفت بابا شما به خیلی جاها رسیدی، خیلی مقامات معنوی داری. باباش گفت که راستش من میخواستم امام صادق بشم، این شدم. خدا به داد تو برسه که میخوای مثل من بشی. راستش حکایت ماست. چشممون رو روی رتبه برترا بستیم، چشممون رو از امام زمان گرفتیم، الگو رو گم کردیم، اصل رو رها کردیم. معیار حججی نیست، معیار علی ابن ابی طالب علیه السلام. مگه ما میتونیم امام زمان بشیم؟ نه عزیز من، ما امام زمان نمیشیم. اما اگه قرار نبود به اون رتبه برسیم، چرا پس الگومون شدن؟ اگه ایشون الگو باشن شاید به یه جاهای خوب برسیم، اما الگو هر کسی غیر از ایشون باشه ول معطلی. هر چیزی که آدم میخواد شبیهش بشه بهش نزدیک میشه. از یه جایی به بعد وقتی تلاش میکنی که مثل امام زمان بشی، نزدیک امام زمان میشی، میبینی تصاعدی داری رشد میکنی. چرا؟ چون آقا دستت رو گرفته. میگه این میخواد مثل من بشه، نمیتونه، زورش نمیرسه، من کمکش میکنم. آخه ایشون جایگاه خودشون رو خوب میدونن. امام کیه؟ کسی که خدا بهش آموزش داده، با روح القدس بهش کمک میکنه، به منابع علم خودش وصلش کرده، بهش کلی رنج داده برای تو، برای من، برای هممون، که چی بشه؟ که بشه الگو، که بهش متوسل بشیم، که ازش یادی بگیریم که خوب زندگی کنیم، که سعادتمند بشیم. این یه تعریف آبگوشتیه، ولی همینم بفهمیم و درک کنیم تمامه. سرنخو میگیریم و میریم جلو. پس خدا برات خواسته که به رتبه های بالای معنوی برسی. خودت هم بخواه، کمک فرستاده، دیگه چی میخوای؟ بهانه نداری. یا علی.